سلام رفقا، خوش اومدید به کانال نورمیت. امروز با یه متد جدید، با روش جدید MHR یعنی آپدیت جدیدی که انتشار شده داخل گیت هاب، ببینیم که چجوری میتونیم توسط گوگل اسکریپت به راحتی تانل بزنیم و به راحتی بتونیم با یک کد پایتون و توسط گوگل اسکریپت یه دونه کانفیگ بسازیم. قبل از هر چیزی ممنون میشم کانال رو سابسکرایب کنین که ویدیو جدیدی که میذاریم خبر داشته باشین. قبل از هر چیزی میخوام از این ابزار جدیدی که به اسم HTTP MHR هست رو برای شما یه تست بگیرم که ببین صورتش به چه شکله. آموزشش خیلی ساده است، فقط قراره که یه دونه کانفیگ از نوع استاکس درست بکنیم و همون پورت معروف به اسم 127.0.0.1 و پورت 1080 باید باشه. قبل از هر چیزی یه تست برای شما بگیرم. به راحتی یوتیوب و همه چیز رو میتونید استفاده بکنین. تمام سرویس هایی که سایت هایی که تحت سرور گوگل هستن به راحتی کار میکنه و فرض مثلا من یه ویدیو برای شما پلی میکنم. همینجور که میبینید توسط ابزاری که ران شده به راحتی حتی با بهترین کیفیت یعنی 1080 هم میتونه پخش بکنه. من حتی جلوتر هم بزنم میتونید ازش بگیریم. این نسخه جدید از MHR HTTP که جدیدترین آپدیتش اومده، این بالاترین سرعت ممکن داره و تمام AI ها با اینا رو به خوبی پشتیبانی میکنه و تمام پلتفرم ها بدون هیچ محدودیتی میتونه باز بکنه. سرعت بسیار بالایی داره. این مثلا تویچ ها میتونه باز بکنه بدون هیچ محدودیتی و کندی، همه چی اوکیه. و خب بریم سراغ ابزاری که میخوام به شما معرفی کنم. یه دونه فایل زیپ برای شما انتشار میکنم داخل اون پلتفرم و کانال تلگرامم. خب شما فقط کافیه این فایلی که برای شما در اختیار گذاشتم اکسترکت کنین. دوستان من قبلش یه نکته به شما بگم. این MHR HTTP که برای شما ابزار رو میذارم، وقتی شما اینو میخواین اکسترکتش کنین حتما روی صفحه دسکتاپتون این کار کنین، چون باید روی مسیر اصلی کامپیوترتون باشه. من یه اشتباهی که کردم داخل فولدر بردم، چون یکی دیگه داشتم ولی اونو پاک کردم که برای شما توضیح بدم. اینو ما اکسترکت میکنیم. وقتی اکسترکت میکنیم یه دونه فایل اینجا میام و بیارمش اینور، وارد این فایل میشیم، فولدر میشیم و اینجا یه دونه چند تا بخش هست، فولدر هست. ما وارد اپ اسکریپت میشیم، یه دونه code.js هست. چیزی که اینجا هست رو حالا یا با VS Code یا با نوتپد یا هر چیزی بازش میکنیم، واردش میشیم. یه سری کد ها اینجا برای ما قرار داده. ما کل این کد رو کپی میکنیم و ما الان نیاز به یک VPN یا هر چیزی که بتونیم به گوگل اسکریپت دسترسی داشته باشیم. میایم اینجا، میایم توی گوگل سرچ میکنیم گوگل اسکریپت. خب اینجا وقتی گوگل اسکریپت رو سرچ کردیم، اولین وبسایتی که برام میاد، دقت کنید گوگل اپ اسکریپت، واردش میشیم. حالا بستگی به سرعت اینترنتتون داره چقدر زمان ببره. اینجا دقت کنید که برای ما حالا چه اولین بار چه کلا از قبل لاگین کرده باشیم نکرده باشیم مهم نیست، برای ما این خودش پیش‌فرض بالا میاره روی همین ایمیلی که واردش میشیم. و کاری که ما الان باید بکنیم، یه دونه دکمه هست به اسم نیو پروژکت. اینو که بزنی اینجا ممکنه یکم زمان ببره. اینجا همون کدی که ما کپی کردیم و میاریم اینجا و این کد در حال حاضر هست رو باش کاری نداریم، حذفش کنیم از اینجا و اون کدی که اینجا بود پیست میکنیم و اینجا یه دونه حالت کی پسورد داره. اینجا یه کدی هست، ما با این کار نداریم، پاکش میکنیم و یه دونه رمز برای خودمون انتخاب میکنیم. مثلا نورمیت 66 مثلا. اینجا وقتی یه دونه رمز برای خودمون انتخاب کردیم، دقت کنید که حتما باید یادمون باشه سیوش کنیم یه جایی و اینجا گزینه دیپلوی رو میزنیم، گزینه اولیه رو میزنیم، ثبت میکنیم روی صفحه برام باز بشه. اینجا گزینه ستینگ یا شخصنده رو میزنیم، گزینه اول وب اپ رو انتخاب میکنیم و
آنلوی و دیپلوی و میزنیم و ثبت میکنیم تا برامون بالا بیاد. اینجا بستگی داره که حالا اکانتتون از قبل تایید بخواد، ارور بده نده، ولی یه گزینه براشون بالا میاد، این گزینه رو میزنیم. اینجا یه دونه اخطار به ما میده. اینجا یه ذره امروز سرعت اینترنت هم خیلی پایینه، یه ذره به مشکل خوردم. خب اینجا برامون وقتی صفحه بالا اومد، این پایین سمت چپ یه دونه گزینه حتما هست، این پایین گو رو میزنیم تا وارد اون صفحه بشه. چیز خاصی نیست، یه اخطاری که میخوایم آیا اینو بازش بکنیم، ما میگیم بله، گزینه پایین رو میزنیم. که این واسه صبر بکنیم، ممکنه این مراحل زمان ببره، بازم میگم بستگی به سرعت وی پی ان یا اینترنتتون داره. اینجا میگه میخواین از این مرحله بگذرین، اوکی، ما میگیم آره، اوکیش میکنیم. که این واسه صبر بکنیم. خب اینجا یه دونه دو تا کد به ما میده، یه دونه URL، یه دونه کد ID. ما با اون پایین گزینه کاری نداریم، ما گزینه اول کد ID رو کپی میکنیم و اینجا یه کار خیلی مهمی باید انجام بدیم. داخل همون فولدری که بودیم، داخل همین MHR، اینجا یه دونه config example.json هست. ما یه دونه از این فایل و یه دونه کپی بگیریم، پیست بکنیم و دقیقا همین فایل جدیدی که ایجاد شد از بخش جیسون پاک میکنیم تا config، بعد بشه config.json. config.json رو باز میکنیم. اینجا یه دونه اسکریپت آیدی داره با یه دونه کی، هم پسوردی که انتخاب کردیم. پسورد ما کدوم بود؟ اینی که کپی کردیم باش کاری نداریم، پسوردمون همون نورمیت 66 که بر خودتون انتخاب کردین، نورمیت 66 و همون کدی آیدی که به ما داد گوگل اسکریپت. خب این مرحله تمامه، باش کاری نداریم، فقط همین دو تا گزینه رو بعد ویرایش بزنیم، بعد کنترل اس میزنیم، حتما سیوش کنین و اینجا بعد از اینکه سیو کردین از کل کد این کپی میگیریم و داخل همون اپ اسکریپت code.js کدش رو پاک میکنیم و جایگزینش میکنیم، سیوش میکنیم. خب دوستان این مرحله تمام شد دیگه، باش کاری نداریم. قبلش نکته به شما بگم که نیاز داشته باشه با my.pay بازی بکنیم، بعضی هم با این روش اوکی میشه. قبلش من چند تا کد برای شما توی کانال تلگرامم و وبم قرار میدم. نیازه که حتما اون پایتون رو اول نصب بکنید به سیستمتون و اینجا یه دونه ترمینال هست، یعنی کتابخونه که باید بنویسیم پیپ اینستال و اینجا یه دونه تکست هست که ما اینو کپیش میکنیم. من کد کاملش رو برای شما قرار دادم، لازم نیست. من اینو ببندم. من این کد رو برای شما قرار میدم، پیست میکنیم، اینتر میزنیم. چون من حالا اینو از قبل داشتم میگه نصب برای شما کتابخونه‌اش و این برای من اوکی شده. برای شما یه حالت سبز رنگ میاد که کتابخونه‌اش بدون اینترنت نصب میشه و اینجا ثبت میکنیم تا برای ما اوکی بکنه. برای ما اوکی شد و این مرحله به موفقیت انجام شد. دوستان یه نکته به شما بگم، بهتر این کارم انجام بدیم. حالا این اوکیه ولی خب من ترجیح میدم این کارم انجام بدیم برای اطمینان. my.pay رو باز میکنیم. توی ترمینال برای شما یه صفحه باز میشه. اینجا میگه میخواین رو تاییدش بکنیم، ما گزینه یس رو میزنیم. اینجا بدون config.json یه برای شما میخوایم بسازیم، میگیم بله. اینجا دونه کی به ما میده، کی ما کدوم بود، هم پسوردی که انتخاب کردیم، نورمیت 66 واردش میکنیم، نورمیت 66 اینتر میزنیم و همون کدی که ما از گوگل اسکریپت گرفتیم و اینجا باید وارد بکنیم. من اینا بالا بیارم.
دقیقا همین کد رو وارد میکنیم، اینتر میزنیم. اینجا میگه آیا میخواین نتورک رو برای شما اوکی کنم؟ یس. اینتر 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 و تمام. اینجا میبینیم که چند تا فایل برای ما اضافه میشه، اون فایل ها ایجاد شده روی سیستم و همه چی تمام شد. دوستان اینجا کلیک راست میکنیم. برای همیشه ران کردن این ابزار لازمه که یک کد رو حفظ بکنین یا ذخیره کنین. میزنیم پایتون mine.py. اینو وقتی اینتر میزنین برای اولین بار یه دونه اخطار به ما میده، میگه میخواین اینو تاییدش بکنیم. ما میگیم بله، یس میزنیم و میبینیم که ترمینال برای ما باز میشه ابزار. اینجا ما نیاز داریم با ویتری انجی که حتما اینو نصب داشته باشین و ترجیح میدم که جدیدترین ورژنش استفاده بکنیم. اینجا بازش میکنیم. اینجا وقتی برای ما باز شد دقت کنیم که ما باید گزینه کانفیگ رو بزنیم این بغل و گزینه add socks انتخاب میکنیم. یه صفحه برای ما باز میکنه. اینجا یه اسم برای خودتون انتخاب میکنیم. بر فرض مثال من نورمی 66 رو انتخاب میکنم. یه دونه آدرس هست به اسم 127.0.0.1 و پورت 1080. اینو حتما وارد میکنین، همین آدرس و پورت باشه و اوکی میکنین. یه دونه کانفیگ برای ما ساخته میشه. روش کلیک میکنین، اینتر میزنین و ثبت میکنین به ما پینگ بده. خب اینجا ما یه تست ازش بگیریم، یه بار دیگه بزنیم. خب اینجا میبینیم به ما پینگ 123 داره میده. اینجا اگه پینگم ببینید، چون من خیلی اینجا کانفیگ اد کردم دیر میرسه به اینجا برای ما اوکی شد. اگه دقت کنید توی ترمینال برای ما داره لاگ میندازه و به این معنیه که ترمینال ما، ابزار ما به کانفیگ با موفقیت وصل شده و اینجا به من پینگ 282 میده. یه تست هم ازش بگیریم. مثلا من یوتیوب باز میکنم، میبینیم که بله با سرعت خیلی قوی همه چیز رو باز میکنه. این از یوتیوب و یه دونه میبینیم که گراج به خوبی برای ما بالا میاد. یکم سرعت اینترنت من امروز خیلی پایینه. بله همونجور که میبینید توییتر ایکس داره بالا میاد با خوبی، هیچ محدودیتی نیست و یوتیوب هم که اوکی، طبق معمول همه وبسایت ها به خوبی باز میشه. من مثلا تویچ هم میتونم باز بکنم، گراک هم میتونم باز بکنم، همه چی به خوبی اوکیه و هیچ محدودیتی هم که میبینید تویش مثلا با بالاترین حالت ممکن همه چی باز میکنه و یوتیوب هم برای شما این تست بگیرم. اگه دقت کنین اینجا برای ما لایک میندازه و اگر اروری توی لایک ها نباشه همین به موفقیت وصل شده و هیچ محدودیتی وجود نداره. همینجوری که میبینید کامنت ها هم به خوبی باز میکنه. با سرعت عالی بدون هیچ محدودیتی. میبینید که با سرعت ویدیو رو پخش کرد. کامنت ها رو توی نسخه جدید MHR HTTP که جدیدترین آپدیتش هست به خوبی باز میکنه بدون هیچ محدودیت. بله گراک هم باز کرد، تویچ هم باز کرد، همه چی بدون محدودیت و با بالاترین سرعت ممکن اوکی شد. خب دوستان امیدوارم که این ابزار به کارتون بیاد. این بود از آموزش اول ما توی چنل نورومیت و ممنون میشم حمایت بکنین. ما قبلا یک کانال داشتیم، پاک کردیم و توی وضعیت فعلی ایران که اصلا اینترنتی وجود نداره داریم فعالیت میکنیم و